عرض ادب به تمام دوستان گل. امیدوارم که هر جا هستید خوب و خوش و صحتمند و سلامت باشین و خوش اومدید به این ویدیو جدید از تمام تنظیمات، کنترل و سنسیتیویتی خودم. واقعا خیلی هاتون درخواست داشتید که کوچی لطفا تنظیمات خود بذار، کوچی سنسیتیویتی خود بذار، کوچی تو رو والا سنسیت بذار. در لایو تیک تاک، یوتیوب، فیسبوک پر شده که کوچی سنسیتیویتی بذار. باز یک چیز بهتون بگم دوستان گل، این سنسیتیویتی که هستم من ساب کردم که کل دنبالش باشد و این حالا گفتم یک ویدیو براتون جور میکنم. البته در تیک تاک هم یک دونه ویدیو جور میکنم از سنسیتیویتی خود و میذارم براتون یک دونه ویدیو بذارم یا اسکرین شات قشنگ جور کنم ادیتش کنم براتون بذارم دیگه. باز وقت فکرش میکنم و حتما در تیک تاک هم و فیسبوک هم و اینستاگرام براتون پست میکنم. دوستان ویدیو یکم طولانی میشه به خاطر که من اینجا که تمام تنظیماتی که واقعا یک پلیر نیاز داره با پلیر بشه و تنظیماتی که واقعا در فایت در مقابل انمی در مقابل دشمن نیاز است، تمام تنظیماتی که نیاز است بتون همین جگه توضیح میدم در ویدیو. آخر ویدیو همراه ما باشید دوستان. جانم مسعود. اول کار بریم دوستان ایرو کنیم لوبی را که کامل لوبی چشمایت میزنه. این لوبی را خیلی خوش دارم، خیلی قدیمیه. از من اینجا هستم. خب اینال وطندار رو پیدا کردم. اینه رسیدیم به جای خیلی حساس، جایی که خیلیاتان خوش داره، جایی که خیلیاتان دوستان این تنظیمات ماست. این تنظیمات من این سنسیتیویتی من که خیلیاتان میفهمید دیگه. ADS کامرا سنسیتیویتی کاملا همیسته. سال پیش از من به جایی که 130 باشه 120 بود و خیلی ها اسکوبای من مثلا کم بالاتر برده بودم. سرعت اسکوب مثلا 60 بود 62 بود اینا کدام 81 مثلا رد داد من همین سمت چپ ایرا 60 بود 61 بود ایرا بردم بالاتر دیگه. اینا رو هم سعی کنید مشاهده کنید. سنسیتیویتی من واقعا بچه سری سنسیتیویتی خیلی زحمت کشیدم، خیلی چیزی که با دست خودم ساخته شده، نه از کسی کاپی کردم و نه وسایلش همین نمیفهم اسکوپ دو 4 از کسی گرفتم، کاملا دست ساز خودم واقعا زحمت کشیدم که تونستم که سنسیتیویتی درست کنم. خب جایروسکوپ که بالا نوشته always on یعنی هم اسکوپم جیروه هم خود آیپد کارکتره که تمام تکان بدن جیروسه. بتون یک چیزی بهتون بگم، اینجا رسیدیم به جای جیروسکوپ. جیروسکوپ که هست دوستان این از ما تا چند وقت پیش 400 بود، یعنی خب یعنی جیروسکوپ ما 400 بود نظر خودم. خب به نظر خود اگر من قبول داره تنها سنسیه که هم چشم اینا رو کلش مشاهده میکنید. ای از وطن دارم. اینا حالا برمیگردم به یک جای جون بود دیگه، برج 6 اروپا میشه دیگه. آیپد پرو ام 1 که من گرفتم همین سنس خودم ساختم، همین کنترل سوری همین کنترل خودم دیگه. کامل بهتون آیپد یو که کلتون میفهم میتونید همین رقم اسکرین شات بگیر از من. اینه هم برای از پیکابوی من یک کیت سفید 4 دونه، زیرش انرژی درینک 3 دونه، آدرنالین هم پیچکاری 1 دونه، متیت کلام خیلی جالب است. اشکال نداره نره